این قطعه در دهاتی به نام عبدی‌عوض فی ناحیه وسه در شفت شهرهای دوشنبه کلاب گوشه دهقان یکی از نقطه‌های فروش محصولات کشاورزی در این شهرها از سال 2016 تا این جانب فعالیت دارد. با پیشنهاد جماعت دهات این گوشه را رهبریت خواجگی دهقانی مولوی با مقصد از یک دست به فروش برآوردن محصولاتی که در خواجگی استحصال می‌گردد تأسیس داده است. سبزیجات و پالایزی و دیگر محصولات از لحاظ اکولوژی تازه در این گوشه دهقان از همان سال تا این جانب سودایش گرم است. کدو را هم همچون محصولات پالایزی پرهیزی اینجا دریافت کردن ممکن است. دهقانان گفتند که یک روز پیش از همینجا به قدر 2 تن قسم زیادی آن را مهمانان به خوالینگ بردند. گوشه خالی شده را همین پگاهی با محصولات تازه جمع آورده دهقانان پر کردند. گوشه دهقانی حبیبالله از سال 2013 فعالیت کرده ایستاده است. قریب طول 11 سال است که فعالیت کرده ایستاده است. چون که شما شاهد حال هستید در اینجا محصولات کشاورزی و مانند تربوز، کدو، پیاز و کارتوشکا سودا میکنند به نرخ دسترس ارزانتر نسبت ارزانتر از بازار ارزانتر. خیلی محصولات هم خواجگی را وارد در اینجا سودا میکنند. با نوریای مینرالی میخریم برای زمین، برای پخته. بسیارتر اینجا درآمد میشود. زمین رو استفاده میبریم، نوریای مینرالی میخریم، کارکرد پخته رو میکنیم. در این گوشه دهقان در سودای سری راهی در قطار محصولات کشاورزی دهقانان فروش ماهی را هم به راه ماندند. این ماهی ها را از حوض کلانی در خواجگی موجود بوده به این حوض آوردند. طبق اطلاع دهقانان این حوض تا 2 تن ماهی را می‌گنجاند. وزن هر یک ماهی از 1.5 تا 3 و 4 کیلوگرم را تشکیل می‌دهد. فعالیت سودای سری راهی که شبانه روزی است و دهقانان در یک روز به قدر 300 کیلو ماهی می‌فروشند. شهرت مزه ماهی ناحیه وسه نه تنها در ناحیه بلکه بیرون از آن در کلاب، قراقرم و بیرون از جمهوری در خارج کشور به خطای هم رفته است. خواجگی دهقانی به نام مولوی نزدیک به نقطه سودای سری راهی است. اینجا خواجگی داران زمین را ثمرناک استفاده نموده و پرورش محصولات سبزیجاتی و پالایزی مشغول می باشند. همین پگاهی حاصل زمین را جمع‌آوری نموده به گوشه دهقان بردند. در حدود جماعت ما 15 نقطه سری راهی در شهرها از جمله در خواجگی تشکیل کرده شده. این هم باشد با فایده خلق و با فایده خواجگی دهقان می باشد که محصولات خود را سریع و فروخته نسبت به بازار کمی هم باشد ارزان می فروشد. 3 تا اون در شهرهای چخیل شما شده در شهرهای دوشنبه کلاب عین حال فعالیت دارند. آینده چی مقصده؟ آینده مقصد که این خیلی مقصد سوداها را زیادتر تشکیل داده مقصد با فایده خلق یا باشد با فایده جماعت. این گوشه دهقان تمام فصل سال از محصولات تازه خالی نیست و روزهای نزدیک محصولات جمع آورده زمین را دهقانان به اینجا آورده پیشنهاد ساکنان و مهمانان میگردانند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر زهروف از ناحیه وسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.